به نام خدا و با عرض سلام به برنامه موج از آمو خوش آمدید. شکلگیری دولت فراگیر در افغانستان خواست مشترک کشورها از طالبان، اما طالبان این خواست را به مثابه مداخله در امور داخلیشان می‌خوانند. ملل متحد گفته فراگیری مسئله داخلی نیست و بر بنیاد تعهدات افغانستان به جامعه جهانی به عنوان یک کشور باید با آن متحد بماند. برخی از آگاهان هم میگویند هدف جامعه جهانی حضور چهره‌های غیر طالب به شمول زنان در ساختار و تصمیم‌های کلیدی سیاسی است، نه تنها طالبان. برگشت سیاستگران اما ذبیح الله مجاهد رئیس هیئت طالبان در نشست سوم دوحه میگوید آماده تقسیم قدرت با هیچ طرف نیستند. با این حال موقف طالبان برای انحصار قدرت درست پس از نشست سوم دوحه چی پیامی دارد؟ چرا دنیا در 3 سال پسین نتوانسته طالبان را تنده به یک حکومت فراگیر بسازد و ادامه سیاست انحصاری طالبان چقدر بحران کشور را عمیق و دنباله‌دار می‌سازد؟ در موج امشب من عبدالمطلف راجی با مهمانانم میرویس قیاسی، دیپلمات پیشین، و بسم الله تابان، دانشجوی مطالعات امنیتی به این موارد می‌پردازیم. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین به بحث. آقای قیاسی، بحث را با شما شروع می‌کنیم. پس از این که نشست دوحه به پایان می‌یافت، سومین نشست دوحه، و در نشست شانگهای رئیس یا دبیر کل ملل متحد میگه که افغانستان زیر اداره طالبان واقعا اگر می‌خواهیم که به یک تهدید بالقوه بر جهان تبدیل نشود یا بر یک پایگاه هراس افغانی بر جهان تبدیل نشود باید متحد شویم. چرا این موارد را هم میدانن بعد با طالبان روی یک میز میشینن صحبت میکنن و اصلا در این مواردی را که خودشان میگن به عنوان یک تشویش از برشان هم با طالبان صحبت نمیکنن و چیزای بسیار حاشیه‌ای را در موردش گپ میزنن؟ حکومت همشمول یا دولت فراگیری را که ملل متحد میگه این هم یک پارچه ای است که به قد و قامت طالبان دوختنش کار ساده ای نیست. او طرف طالبان هم میگن که حاضر نیستن با هیچ طرف سیاسی در رابطه به تقسیم قدرت صحبت بکنن یا قدرت را با هیچ یک از طرفها نمیخواین که تقسیم بکنن. میخوایم از شما بپرسیم که موقف طالبان برای انحصار قدرت که درست پس از نشست سوم دوحه که با ملل متحد میرن میبینن چی پیامی داره که یک چنین پیامی را دوباره میان بایگانی میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض شما سلام با شما آقای بیان و سایر شنوندگان. من اول طبق معمول یک 2-3 کلیت ایجاز میکنم در روشن از باسی ما آسان میشه. اول هم است که هم در مجموع دنیا و باز دنیا در 3 قطب، هم غربی ها، هم ملل متحد، هم در یک قطب دیگر روسا و ایرانی ها و چینایی ها همه با طالبان صادق نیستند. در مجموع با جامعه و مردم افغانستان صادق نیستند و حالی فعلا با نظام طالبان صادق نیستند. اینا وقت میکشند، اینا منتظری، اما قسمی قبلا هم با شما گفتم فریز شده مثلا افغانستان منتظری وقت هستند و همون 3 بخش سخنهای پوتین هم اینجا کاپی کردم گرفتم که همون تفسیری واضح و معلوم دارد برای گفته ما. با این اساس طالبان شاید دیگه به درک کرده باشند. این جواب سوال شما شده میتونه که طالبان را درک کرده باشند که اینا با ما صادق نیستند. ما بهتر است که از ما اسب خود در او سوار هستیم، موضوع پایان نشیم با امید از اینکه اینا برای ما یک موتر تیز رفتار میدن. و اینجا همین توضیح گپای خدایی تو بگم که ما گپای پوتین بسیار مهم بود. میگه که پوتین مثلا 3 گپ گفت. اولا میره گفت که باید همه بپذیریم که طالبان یک جریان سر قدرت در افغانستان هستند. یک گپ بسیار بی معنی است. یک چیزی از بدیهیات است. من میدونم خودم میدونم که اسمش طالبان در قدرت هستند. این کدام باری مثبت یا منفی برای طالبان نداره. در مرحله دوم پرسانش میکنن که اگر طالبان عضو شانگهای شوند یا نشوند و بر رسمیت شناختن از اینا چی رقم است. میگه این 2 موضوع به صراحت میگه این 2 موضوع مربوط میشه به انکشاف مسئله در آینده و ما تنها در این باره تصمیم نمیگیریم. این اصلی گپ است. اصلی گپ هم است که به وجود اصلی گپ در خود شانگهای فیصله کردن که یگانه راه، بسیار صراحت داره کلمه یگانه راه تشکیل حکومت فراگیر است. تشکیل حکومت فراگیر یک تفسیر داره که باز اگر سوال کنیم بعد جواب. خب آقای قیاسی جوابش سوال شما هم است که طالبان شاید این موضوع را درک کرده باشند که جنا قدیم و صادق نیست. بهتره است که تا راه خدا بریم که تا حال رفتیم و داو کامیاب هم بودیم. اما خب همین تعبیری را که شما به کار میبرین، اون اسبی را که خودشان دارن یا موتر تیز رفتاری را که برشان وعده سپرده شده باشه که مثلا حکومت شما را ما به رسمیت میشناسیم، خب قاعده معلوم است. اما قسمی که شما میگن حکومت همشمول تشکیل بدین، حقوق زنان و حقوق بشر به رسمیت بشناسین، رابطه تان را با گروه های هراس افغان قطع بکنین، اینا خواست
کشورهای مهم جهانی بوده و خواست مردم افغانستان هم طبیعی هستند، اما طالبان روی با تعبیر شما روی همو مرکب خودشان سوار هستند و پایان نمیشن. خب اما یک قاعده فلسفی و منطقی است که تعلیق محال بالمحال محال است. شما مثلا بخواین که از یک سنگ آب بیرون کنین او منبع آب نداشته باشه، این ناممکن است. این دنیا میفهمه که طالبا از او اساسات اصول و عقایدی که ملای الله قندارش داره از او پایان آوردن از او بسیار مشکل است. با همین خاطری که مسئله حل نشود گفته این مردم میستن با مسائلی که اونا قبول ندارن یکیست و در عین زمان یک دانه میتن یک میگن که طالبا قدرت واقعی است در افغانستان، تعامل با اینا کار در افغانستان آسان میکنه. یک کلیگویی هایی که یعنی امو نیاتی از اینا را ساده سازی میکنه، یعنی به این معنا که طالبا را گویا میخوان که اخبال بکنن. یعنی شما میگن جهان هیچ اصلا در پی از این نیست که یک حکومت در افغانستان تشکیل شود که یک طرف از او طالبان مثلا باشه. به این دلیل حال ایرا طالبا پی برده که در هر حال جامعه جهانی حاضر به تعامل با یک حکومتی که طالب هم در او جزش باشه نیستن یا یک حکومتی که تنها طالب باشه در او، اگر واضح بسازید. دقیقاً از اساس و تهداب و استراتژی و بنیاد هم ایران از نگاه فکری و عقیدتی بنیادی با طالبان مخالف است با طالبان به ایران، هم روسا از نگاه تاریخی و از چند دفعه گپ کردیم از زمان تزار تابع با هژمونی طالبان یک تازی قومی شانه گپ در افغانستان روسا مخالف است، پوتین بارها میگه حتی هم فیصدی نسبت اقوام در افغانستان بشماره و در این زمان غربی ها با طالبان 20 سال جنگیدن، امریکا با طالبان 20 سال جنگیدن، اینا رو به عنوان یک پروژه موقت برای اهداف موقت آوردن. و این خاطر اینا کلگیشان هدفشان معلوم است، هیچ کدامشون در مقابل طالبان راست نمیگن و طالبان شاید نمیگم شاید دیگه با درک کرده باشن، ولی بعضا دیده میشه که طالبان ساده انگاری میکنن، فکر میکنن که یک تعامل و نشست و یک جای ما رو دعوت میکنن، این با معنای یک روشنی برای آینده ماست. اصل قضیه هم نیست که شما میگین ما میگیم. درست، اما خب مثلا شرایط و جایی بره که دو طرف برای یکدیگهشان میگن واضح بوده، حداقل در یک مورد که اینا بتونن به تفاهم برسن، چرا در 3 سال نتونستن همدیگه را به تفاهم برسانن؟ حداقل یا طرف طالبان کشورهای جهان را یا هم کشورهای جهان طالبان را. این سوال جواب گفتیم، این از هر دو جانبی ممتنع است، این ناممکن است به خاطر اینکه راههای از اینا جداست، اهداف از اینا جداست، برنامه‌های از اینا جداست، اینا با هم سنخیت ندارن. مثلا آقای قیاسی شما میگن که اجازه بدن همین پرسش مطرح کنم، چون شما خودتان گفتین که اینا برای اهداف خودشان میخواین که طالبان در اونجا باشن. خب اگر هدف است خب باید تطبیق کننده وجود داشته باشه، اگر تطبیق کننده طالب است خب باید به یک تفاهم برسن. اون تفاهمی که اینا تا هنوز رسیدن چی بوده یا روی حداقل موضوعی را که اینا به تفاهم رسیده باشن و انجام داده باشن مشترک چیست؟ شما یک نفر مأمور محاسبه استخدام میکنین، از او توقع دارین که فقط برای شما محاسبه انجام بده. هیچ وقت در حوزه‌های اساسی خود او را شریک نمیسازین، در شرکت خود او را شریک نمیسازین. اینا با طالبان تعامل محدود دارن، معین دارن، در یک چوکات دارن، از او فرا نمیروند که مثلا بگیرن طالبان را یک دفعه به رسمیت بشناسن، اما مثل از که مأمور محاسبه در قدرت در تجارت خود شریک کنی. پس به این اساس این تعامل در همین حد دوام میکنه. بسیار تشکر. بینندگان گرامی، به ادامه بحث خوش آمدین. آقای قیاسی، اگر سیاست طالبان را یک سیاست انحصار بنامیم، ادامه انحصاری را که طالبان دارن چقدر میتونه بحرانی که در کشور جریان داره را عمیق‌تر و دنباله‌دارتر بسازه؟ بدون شک در تاریخ معاصر ما تجربهش زیاد داریم. در زمان حکومت نجیب که مصالحه ملی را اعلان کرد، 3 سال حکومت از او بعد از رفتن روسا دوام کرد. در کابل صفهای مردم به خاطر گرفتن 1 لیتر تل به 2 کیلومتر 3 کیلومتر میرسید. زمستان‌های قدر مردم کابل تیر کردند به خاطر ازیگه. در این شکل است که مردم و ملت افغانستان فدای این سیاست‌های غیر انسانی هم غرب و هم شرق و هم بیزاد بعضی کشورهای همسایه افغانستان میشوند. این ما در تاریخ داریم. متاسفانه قسمی که بیان گفتن غربی ها در این گپ بسیار یک سابقه تیره دارند در دوستی و صداقت سیاسی. سال 1996 کندولیزا رایس گفت که ما یک شرق اوسط جدید میسازیم. او بس هم خودش نوشته کرد، مشاور امنیت ملی آمریکا. در سال 2001 2003 امریکایی‌ها بدون مخالفی شورای امنیت به عراق حمله کردند. 12
لک نفر در عراق 1,200,000 نفر کشتن، 5-6 میلیون دیگر هم آواره کردن. در بخار عربی که کندولیزه رایس نوشته کرده بود چندین میلیون آدم کشته شد. فعلا همین روزگاری که در غزه میبینین، بم‌هایی که در سر مردم غزه میریزه امریکایی‌ها میتن تا یک ماه پیش 89,000 تن بم به مردم غزه ریختن. این حقوق بشر، حقوق طفل و زن و مکتب و یک شعارهایی است که طول تاریخ سکولار لیبرالیسم اینمی قسم هست متاسفانه. خوب دیگه کشورها هم دیگه دمی سیاستی کجدار و مریض و یک سیاستی غیر انسانی ایرا یاد گرفتن از غرب. حتی همین چینایی هم دنبال منافع اقتصادی خودشان رسن، ایرانی ها موقت تعامل میکنن. ملت ما تجربه های تلخ قسمی که شما گفتین داره و ایران یکی از اون تجربه هایی است که دوم پیدا میکنه. ببینیم که این ظلم و این وحشت و این بربریت قسمی که در گذشته ها سقوط کرده چی وقت دیگه باز یک روزانه میاد که خدا کنه آیندهش خوبتر باشه. بسیار تشکر. آقای قیاسی، به عنوان آخرین پرسش از شما میپرسم، همکارا میگن فرصت تمام است، با وجود هم در حد 30 ثانیه اگر جواب بدین. فکر میکنین که مردم افغانستان به اون مرحله رسیده باشن که یک قیام مردمی که آقای تابان مطرح میکنن در برابر طالبان صورت بگیره؟ متاسفانه به اون مرحله نرسیده مردم. در این شکل نیست که مردم بسیار تحت فشار است ولی با اون مرحله نرسیدن. مطالعه من نشان میده که با اون مرحله نرسیده، شاید در 1-2 سال دیگه با اون مرحله برسه. ولی فعلا یک روزنه امید وجود داره که در چند ثانیه را میگم که همون انفجار از داخل است. همون انفجار از داخل است که کم مصرف ترین، کم هزینه ترین میباشه که یک بخش از طالب‌ها رویکرد نسبتا متساهل تر دارند، بخش افغانی ها و حتی از قنداری ها و هلمندی ها هم بخش قطری ها. بسیار تشکر. از دانشان بیرون میاد گپ که اینها از داخل اگر یک تحولی را بیارن، این کوتاه‌ترین راست که همون حکومتی همه شمولی را که شرق و غرب نامش میبره، اینها بتونن که از با انفجار از داخل یک حکومت هم مثل که در زمان نجیب همین کار شد. ممنون. کار وقتی شده شد که از داخل انفجار کرد. فرصت ما تمام است. بسیار زیاد تشکر آقایان قیاسی و تابان از حضور شما در برنامه. بینندگان عزیز، تشکر از شما که تا این دم بیننده برنامه ما بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.